مدیریت به اصطلاح در از پاشنه در رفت. آقای عسکر که رفت، بعد بیلی آتول اومد اونجا، بعدش خانم ستاره درخشش که نه تجربه مدیریت داره نه تحصیلات مدیریتی داره. اساسی ایشون زمانی که سال 1993 گویا آقای علی ملایری استخدامشون میکنن، بعد از کنم صمدانی وقتی که میره، حیدر صمدانی، نامه موزع نامه بوده، نامه هایی رو که از ایران می آمده یا از شنوندگان می آمده برای بخش فارسی رادیو آمریکا، اون موقع که آقای بهالو اجرا می کردن ما و شنوندگان، این نامه ها رو خانم درخشش می خونده، خط می کشیده، هایلایت می کرده، بعد می داده به آقای بهالو کنم. و ایشون عرض کنم که آقای اسماعیل داهیات رئیس بخش آذری و کردی و عربی بوده. ایشون به عنوان پارچی خانم درخشش گویا با خانمش جدا شده بوده مدتی، بعد میره با خانم درخشش زندگی میکنه، زیر بالا خانم درخشش رو ناچیزن میگیره، میاردش بالا تا اینکه به صورت خبرخوان میاد، تلپامتر ریدر یعنی خبرخوان میاد، استخدام میشه و یواش یواش با پارتی بازی اینها به الان به مدیریت رسیده که دقیقاً یک دیکتاتوری خشن در اونجا برگزار کرده. کسانی رو که کاردان بودن، تحصیلات مدارک بالاترین مدارک تحصیلی دارن که 2 نفرشون رو آقای آذری هم خیلی خوب میشناسن، آقای بهالو هم میشناسن، هر دو در یک دکترای جامعه شناسی دارن از دانشگاه آمریکا، امریکن یونیورسیتی در واشنگتن. و بقیه کسانی که کار بودن و کاردان بودن همه رو گذاشتن کنار خانم درخشش و کسانی رو که پی او وی یعنی کانترکتورن، جوانن، نه فارسی میدونن نه انگلیسی درست حسابی میدونن، اونایی که فارسی میدونن انگلیسی نمیدونن، اونایی که انگلیسی میدونن فارسی نمیدونن. بعد به تک تک اینا دستور میده که چه بکنن و چه نکنن. اینجا فراموشمون شد که خانم رودی بختیار رو که آقای عسکر آورد چهره شناخته شده ایرانیان هستن، همین خانم درخشش از غیبت آقای رامین عسکر استفاده میکنه. در یک روز جمعه‌ای اینا رفته بودن نیویورک گزارش احمد شهید رو زنده پخش بکنن که ایشون خوشش نمیاد، وسطای برنامه قطع میکنه، میره روی قذافی و جریاناتی که در لیبی اتفاق میافتاده. به خاطر اینکه خانم درخشش از خانم مهتاب فرید، خانم رودی بختیار، دیدا فولادوند، از اینا چهرهایی که میتونستن چهره بشن به شدت، یعنی حسودی و بخالت و خباثت اجازه نمیده که اینا اونجاها کار بکنن. خانم رودی بختیار رو اخراج میکنه. دوشنبه که آقای عسکر برمیگرده میبینه رودی نیست، میپرسه رودی کجاست، میگه رودی اخراج شد. بدون آگاهی ایشون یا بدون اجازه ایشون به بالادستیان خواسته بوده که ایشونو بختیار بر روی. الان یک چهره خشنی رو اونجا اجرا کردن. هر کاری رو که ایشون دوست دارن، یعنی سلیقه ایشون هست، بایستی برنامه‌ها اجرا بشه. اگر مورد سلیقه ایشون نباشه، ما وقتی که در 21 اپریل، من تاریخش رو به خاطر اینکه زادروزم هست هرگز فراموش نمی‌کنم، برنامه رو که من آقای کوثر در تلویزیون اندیشه اجرا کردیم، عرض کنم که اینها رو گفتیم که سلیقه ایشون کار میکنه. به هر صورت ببینید بخش فارسی صدای آمریکا از بس که بد کار کرده از بی بی سی عقب افتاده. مثلا بی بی سی میاد میره جریان داعش رو چادر میزنه اونجا، چند ماه به تیم حسابی میفرستن، تیم 3 نفره، ولی صدای آمریکا نمیفرسته. اصلا صدای آمریکا در مورد اسیدپاشی چیزی نمیگه، مسائل داخل ایران رو اصلا چشم‌پوشی میکنه. گزارش مثلا نارضایتی‌های مردم عراق رو پوشش نمیده، نارضایتی‌های مردم ایران رو پوشش نمیده. عرض کنم که اون چیزایی که ایشون دوست داره، مثلا 2 سال پیش در کنگره اعدام در UCLA برگزار شد، همه رسانه‌ها حضور داشتن جز صدای آمریکا. ببینید صدای آمریکا سانسور میکنه و فساد خبری درش هست. درست همون کاری رو که آقای انبارلو و
حسین شریعت مداری در ایران میکنن. مثلا گزارش احمد شهید رو من باب مثال، وقتی احمد شهید گزارش میگه وضع حقوق بشر در ایران بدتر شده، صدای آمریکا میگه که نه، وضعیت طبق گزارش آقای احمد شهید به همان وضع سابق است. ببینید اینا رو سانسور میکنن. یا آقای مصری معذرت میخوام، آقای مصری، یه خانمی به نام نیلوفر پور ابراهیم رو برای گزارش جریان مذاکرات اتمی که تا دیروز با مقنعه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار میکرده، حالا سر از پاریس در آورده، اینو میارنش میفرستنش به که زبان فرانسه نه زبان فرانسه میدونه نه انگلیسی میدونه، $70,000 هزینهش میکنن میفرستنش به لوزان. ایشون این خبرهایی رو که جمهوری اسلامی تنظیم میکرده میفرستاده از تو اتاقش، تو لپتاپش برای صدای آمریکا که پخش میشده. آقای مصری معذرت میخوام، یه چند لحظه اجازه بفرمایید. خب بینندگان عزیز، چون به بخش آگهی رسیدیم با